سلام. امروز روز تولد مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است. امروز به قولی که دادیم عمل کردیم، میخوایم بریم دم منزل خانواده شما. با مسابقه زنده تلفنی آفتاب مهربانی همکنون همراه نباشید، چرا که میخوایم این جایزه‌ای که تو مسابقه شرکت کردید در منزل خانواده‌تون بدیم. بنده علیرضا کیانفر به همراه جناب آقای خورشیدی امروز میهمان خانواده شما هستیم. آقای خورشیدی بفرمایید. ما میهمان شماییم به مهر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هموطن عزیزم هر جای این کره خاکی که هستید. امروز افتخار دارم در خدمت آقای کیانفر و از طرف برنامه آفتاب مهربانی که اون گرمای خودش رو مدیون قلب‌های گرم شماست هر جای دنیا که هستید. امروز پیغامبر محبت عزیزانمون هستیم آقای کیانفر. یک نکته رو من خدمت دوستانم عرض می‌کنم و اون اینه که مسابقه، ارتباط تلفنی، اینها همه بهانه‌هایی که ما صدای گرم و صمیمی شما هموطن خوبمون رو هر جای دنیا که هستید بشنوید. آقای کیانفر، من فکر میکنم فرصتی پیدا شده تا ما بتونیم یک ارتباط بین هموطنان عزیزمون و خانواده هاشون که شاید سالها ندیده باشن ایجاد بکنیم. من خواهش میکنم بخش مسابقه رو شما توضیح بیشتر بدید تا در خدمت عزیزان. دوستان عزیزم من، هموطنان عزیزم، شما که توی مسابقه آفتاب مهربانی شرکت کردید، ما به قولی که دادیم همونطور که عرض کردم خدمتتون عمل کردیم. امروز می‌خوام در منزل خانواده‌های شما. حالا این جایزه‌ای که می‌بینید دوستان ما تهیه کردن، این کادوها، ساعت مچی، ساعت دیواری، دسته گل، می‌خوام برن در منزل خانواده‌های شما. شما هم می‌تونید تماس بگیرید و در مسابقه ما شرکت کنید. ما باز هم هفته دیگه اگه شما بردید این کارو خواهیم کرد. حالا آقای خورشیدی کجا باید بریم؟ اولین جا خیابان امام خمینی. دوست عزیزی که ما مدت‌ها بهشون قول دادیم که خدمت خانواده محترمشون برسیم. پس با ما همراه باشید. اولین جایی که باید بریم، اولین هموطنی که باید خدمتشون برسیم با دست گل برای صبح روز عید، کدوم آدرس ماست؟ امروز اولین کسی که باید بریم به منزلشون شخص به نام آقای فرهاد کوهی، پدر بزرگ محترم خانم دوره که از آلمان تماس گرفته بودن. آقای ستارخان برنده یک سبد گل شدن. ای کاش که برنده یک سکه طلا شده بودن. آقای کیانفر، من فکر می‌کنم که زیباترین هدیه‌ای که میشه به یک هموطن تقدیم بکنیم یک سبد گلی باشه که از طرف عزیز دیگه از اون سر دنیا براش ارسال شده. و فکر می‌کنم که دوستانی که ما خدمتشون میرسیم سر صبح چه حالی پیدا میکنن، چه حسی پیدا میکنن وقتی که سبد گلی رو از طرف عزیزشون دریافت میکنن و چه پیغامی دارن برای این دوستان. حالا چقدر خوبه که ما این پیغامو داریم میبریم. ما رو انتخاب کردن، برنامه ما رو انتخاب کردن که ما پیام آور این پیغام، این هدیه است. پیام عشق و محبت، پیام شادی همیشه بهترین پیام های آدم بود آقای